سلام، امیدوارم خوب باشید. من برگشتم با بولیز صورتیم. من خیلی رنگ صورتی رو به عنوان رنگ زنانه دوست دارم. احساس میکنم هر خانومی که پینک یا صورتی رو میپوشه یا دوست داره زنانگیش رو دوست داره. حالا این حس منه دیگه، هیچ قانونی هم هیچ جا نیستش، ولی من همه رنگ ها رو دوست دارم، خیلی از رنگ ها رو دوست دارم، ولی پینک به من همیشه یه احساس لطافت و آرامش میده. فردا هم اینجا روز حالا بگیم ضد قلدری یا آنتی بولینگ هستش و همه صورتی میپوشن. فردا هم قرار صورتی بپوشم. گفتم امروز به این مناسبت این رنگ رو بپوشم و در مورد این روز هم صحبت بکنم. خب چرا خودشیفته ها خوبی ما رو همیشه بد جلوه میدن و دوست ندارن که خوبی ما دیده بشه؟ میدونم که خیلیاتون از این موضوع شاید هرس بخورید و این رو زیاد متوجه بشین، ولی امروز که داشتم با یکی از دوستانم صحبت میکردم، وقتی جزئیات یک رابطه‌ای که حالا با یه خانم دیگه، ایشون خانم با یه خانم دیگه دارن، داشتیم کنکاش میکردیم و صحبت میکردیم، انگار که یک لامپی تو ذهنش باز شد، روشن شد. گفت وای الهی جون، من فکر میکنم که فلانی همچین داستانی خودشیفته است و اصلا خوبیای منو نمیبینه یا خوبیای منو اصلا اگنالج نمیکنه و تصدیق نمیکنه. گفتم خیلی هم عالی، بیایم در مورد این موضوع صحبت بکنیم، ببینیم چند نفر از شماها یه رابطه هایی دارید که به نظر خودتون پرفکته و هنوز نمیدونید که این آدم ارزش شما و خوبی های شما رو نمیبینه و حتی جوری برخورد میکنه که چیز زیادی نیست، چیز خاصی نیست، من بهترشو دارم، در صورت که اون فرد اصلا خودش این خوبی ها و این ویژگی ها رو نداره. خب مورد اول اینه که شماها همیشه فکر میکنین که چقدر بخشنده اید، مهربونید و این حس بخشندگی و مهربونی رو احساس میکنید همه دارن. بذارید با خیال راحت بهتون بگم، این احساس بخشندگی و خوبی رو همه نسبت به خودشون ندارن و شما واقعا خیلی خوب و مهربونید، اینو بپذیرید. و وقتی هم که خیلی خوب و مهربون باشید 100% خودشیفتا خیلی بهتون علاقه پیدا میکنن و اطرافتون میان، چون به نظر من آدمای مهربون، آدمای خوب، آدمایی که یه مقداری انرژیشون بالاتره مثبت‌تر هم هستن و خیلی کم بدیهای دیگران رو میبینن و خودشیفتا وقتی وارد رابطه با شما میشن میبینن که وای چه چیزای خوبی داری، یعنی اگر که یه بدی هم ازش ببینی به روش نمیرس، بس خوبی، مهربونی. برای هم میگن به من یک فرد خوب و مناسب رو برای خودم پیدا کردم، چون اصالت داره، اهل دعوا نیست، اهل جنگ نیست و راحت میتونم اینو بازیش بدم، گسلایتش کنم، منیپولیتش بکنم. پس خصلت اولیه شما توی اینجور مواقع اینه که خب تو خیلی مهربونی و خیلی با درک و با درک هستی و متوجه خیلی از مسائل هستی، حتی اگه یه بدی هم ببینی به روش نمیاری یا یه جوری رفتار میکنی من ندیدم نفهمیدم که وقت خجالت زده نشه، ناراحت نشه. پس ببینید، این رو بدونید که شما توی این رابطه در واقع آدم خوبه هستید، ولی ایشون یه جوری جلوه میده که اتفاقا تو آدم حساسی هستی، تو خیلی نچسبی، تو خیلی آدم چی میگن زود عصبانی یا زود احساساتی میشه هستی، یا اینکه تو عاشق دراما هستی، هر چیزی که نیستی رو بهت میچسبونن و چون تو مهربونی، خانومی یا آقایی خیلی با اصالتی، باور میکنی، میگی آخه شاید واقعا همینطوری هم، خیلی من عذر میخوام، خیلی ببخشید. پس میاد از اون خوبیای تو سوء استفاده میکنه و به نفع خودش صحبت میکنه. واقعیت اینه که تو وقتی که مثلا یک آدم محترمی هستی توی جمع وارد میشی، خیلی محترمی، خیلی آرومی، خیلی زیبا صحبت میکنی، این خصلتت، این ویژگیت اونا رو هرس میده، اونا رو اذیت میکنه، چون اگر حتی خودش هم داشته باشه ولی دوست نداره شما داشته باشید، چون اگه شما داشته باشید ایشون دیده نمیشه.
حالا اگه همسرتونه، دوست دخترتونه، دوست پسرتونه، چه میدونم، دوست صمیمیتونه مثل این دوست من، و تمام تلاشتو میکنی نشون بدی که ببین حالا کار خاصی هم نمیکنی، حالا یک آدم محترمی هستی دیگه، همه محترمن، منم محترمم، در صورتی که این ویژگی رو همه میبینن، همه میدونن که تو آدم متفاوتی هستی و این قشنگ در رفتارت یا بادی لنگویج دیده میشه. ولی اون میخواد از این موقعیت یک چیزی درست کنه که نه، چیز خاصی هم نیستش، تو خیلی داری بزرگش میکنی، شما خیلی ناز میخواین، خب حداقل بیاین اینجا که من بتونم راحت حرفم بزنم. بله، داشتم اینو میگفتم که اونها به هر حال خوبیای شما رو میخوان خیلی عادی جلوه بدن یا بگن چیز خاصی نیست یا مهم نیستش، خیلی گندش نکن، خیلی بزرگش نکن. و واقعیت اینه که از همین خوبیای شما یک حالت سوء استفاده‌ای درست میکنه که شما نمیدونی بالاخره این خوبی من داره به نفع این رابطه کار میکنه یا داره به ضرر این رابطه کار میکنه. چون کم کم خوبیای شما تبدیل میشه به وظیفه، خوبیای شما تبدیل میشه به این که خب همینی که هست دیگه، حالا چیز خاصی هم نیست دیگه، همه مثلا مهربونن، همه محترمن، همه دوست دارن که برای من فلان کار رو انجام بدن، تو کار زیادی نمی کنی. و اگر بخوای توی رابطت نگاه کنی میبینی کارهایی که داری توی رابطه انجام میدی خیلی کوچیک و شاید خیلی کم ارزش به چشم بیاد و این اصلا چیز خوبی نیستش. باید کم کم شما ببینید که بابا این کاری که من دارم برای تو میکنم یه کار خیلی ارزشمنده، ولی چون اون کوچیک جلوش میده یا یه جوری رفتار میکنه که کار خاصی نمیکنی، وظیفته، کم کم شما میگین آره دیگه حالا کار خاصی هم نکردم. من نمیخوام کارایی که انجام میدید و خیلی به روی کسی بیارید یا بزرگش بکنید، ولی اجازه ندید کار ارزشمند شما رو خیلی کوچیک جلوه بدن. تنها کاری که شما میتونید بکنید اینه که حداقل بگید آره کار خوبی انجام دادم، کار درستی انجام دادم، مثلا اومدم ازت نگهداری کردم، یا وقتی که نیاز داشتی که یکی کنارت باشه من بودم. ولی اون یه جوری رفتار میکنه که خب اگه تو نبودی یکی دیگه بود، اصلا مهم نیست که تو اومدی یا تو بودی، حالا این کار رو انجام دادی، کار بزرگی نکردی، و این رو بهت القا میکنن. این نکته ها برای کسایی خیلی خوب و مهمه که میخوان از رابطه با فرد خودشیفتهشون بیان بیرون و نمیتونن و فکر میکنن که وای من اصلا خوب نبودم، من کافی نبودم، من باید بیشتر تلاش کنم، من ارزش این رابطه رو نمیدونستم، کاش کاری میکردم. و اونها انقدر به شما دروغ میگن، مثلا میگن که من فلانجا فلان مدرک رو گرفتم، بعد که میری مثلا جستجو میکنی میبینی نه همچین کاری هم نکرده، یا رفتم فلان موفقیت رو کسب کردم، بعد میبینی فقط به خاطر اینکه نشون بده مدرکی که تو داری خیلی چیز مهمی نیست این حرف اومده زده. یا تو محیط کار، این مثال اتفاقا امروز صبح داشتیم با همین دوستم میزدیم که مثلا توی محیط کار یه عده‌ای دارن با همدیگه کار میکنن، خب یکی لولش بالاتره یکی لولش پایینتره، ولی میاد توی جمع میاد میگه که من لولم خیلی بالاتر از بقیه است، ولی دوست من میدونه که خب این لولش اتفاقا خیلی هم پایینتره و این اصلا شوکه میشه، میگه چرا این حرفو زد؟ به خاطر اینکه اعتماد به نفس نداره، به خاطر اینکه خودشو باور نداره و براش هم مهم نیست که تو اینو میدونی و تو قراره که با خودت فکر کنی که چرا داره دروغ میگه. مهم براش ایگوشه که نشون بده جلوی بقیه من کارم خیلی خاص و متفاوته و فکر نکنید از فلانی من کمترم، من اتفاقا از فلانی هم بالاترم. این کار خیلی ساده‌ایه برای خودشیفته ها. تمام تلاششون رو میکنن توی موقعیت‌های مختلف نشون بدن شما کمترید و خودشون بیشترن، شما بدترید اونها بهترن، شما جذاب نیستید اونا جذابترن، شما بی پولید اونا پولدارترن. یعنی تمام کارهایی که شما فکرشو بکنید یه خودشیفته انجام میده که این موضوع رو به شما القا بکنه که آدم خوبی نیستی، کافی نیستی، ارزشمند نیستی. و خیلی جالبه دقت کردم کسایی که توی رابطه با فرد خودشیفته میرن یا هستن تو رابطه، دستاورداشون باور کنید خیلی بیشتره، یا قبلا خیلی بیشتر بوده اومدن تو اون رابطه دیگه کلا زورشون رو گرفته خودشیفته، یا اینکه دستاورداش خیلی زیاده تو اون رابطه
ولی یه جوری جلوه میده که نه، اتفاقی نیفتاده، کاری نشده، تو چیزی به دست نیاوردی، تو کاری نکردی. یه مثالی که دارم الان بزنم، یکی از مراجعینم وضعیت مالی خوبی داره بنده خدا، ولی طرفش اومده بهش گفته که تو هر چی داری من بهت دادم. ای بابا، این که دیگه همه میدونن کی چقدر پول داشته کی چقدر نداشته یا تو چقدر نداشتی، ولی جوری داره رفتار میکنه یا به طرفش القا میکنه که گهگاهی خودش هم شاید حتی شک بکنه که واقعا من شاید پول نداشتم. و مطمئنم همه شما اینو تجربه کردید. و امروز به دوستم همین رو داشتم گفتم خیلی مراقب باش. اشکالی نداره اون میخواد دروغ بگه یا میخواد بازی در بیاره، دوستت یا حالا کسی که میشناسیش، ولی اجازه نده تو رو کوچیک کنه، دستاوردها دیده نشه. اگه تو دستاوردی داری به خودت یه آفرینی بگو. اگر اون نمیتونه ببینه به روش بیار، بگو آره من این مدرکم گرفتم یا فلان کار دارم انجام میدم. آره شاید اون نخواد اگنالجش کنه یا شاید بخواد یه جور رفتار کنه الان چیز بزرگی هم نیست، کار خاصی هم نکردی یا خیلی بزرگش نکن. ولی مهمه که شما حداقل خودت ارزش خودت رو بدونی. بیای روزی حداقل یه بار کارایی که تو زندگیت کردی رو مرور کنی یا دستاورداتو ببینی. باور کنید اگه این کارو بکنید خودشیفته نمیشید. خودشیفتگی اصلا بحث دیگه است. اینکه تو داری یاد میگیری به خودت احترام بذاری، خودت رو ببینی. چیزی که من هی دارم تلاش میکنم به همتون بگم، عزیزان من، خودتون رو ببینید و هر چی که هستید، حتی اگر بدترین آدمی به نظر خودت در کنار خودشیفتت، برو ته خوبیایی که برو توی اینو در بیار که چه خوبیایی داری. آشپزی خوب میکنی، اینو برو یه جا بنویس، روزی یه بار نگاش کن. آدم خوشقلبی هستی، به خودت آفرین بگو. آدم با احساسی هستی، به خودت بگو آفرین چقدر با احساسی. به دیگران احترام میذاری، به خودت بگو آفرین چقدر خوب داری به دیگران احترام میذاری. نمیخوام کارهای خیلی بزرگ و عجیبی برید بکنید و بنویسید، نه نیازی نیست. همین کارهایی که شاید به چشم شما نیاده بگی همه میکنن، اینها میشه قدرت تو که بتونی یه تصمیم خوبی برای خودت بگیری یا از چنگال تاریکی بیای بیرون و به نور بپیوندی. واقعیت دیگه، زندگی با خودشیفته تاریکی محضه. و مورد بعدی اینه که تو وقتی که مرز نداری، وای میشی معدن طلا براش. به خاطر اینکه اون میاد از تو انرژی میگیره، یه جورایی همون که میگن انرژی خاری، انرژی تو رو میگیره برای ادامه زندگی خودش. میاد هر چی رفتار زشت و بد و چه میدونم، میاد هر چی رفتار زشت رو که بلده رو روی شما خالی میکنه، حس قدرت پیدا میکنه و بعد هم میره توی حالا جمع‌ها و مهمونی‌ها و جامعه و کارش و اینا نشون میده من آدم خیلی خاصی ام، در صورتی که همه این ایگو رو از شما گرفته. چون یه نفری که شخصیت قوی داشته یه روزی بهش اجازه داده تو زندگیش باشه و ایشون هم فکر میکنه که خب دیگه شاخ غول رو شکسته و کارهای بزرگی تو زندگیش کرده و به خودش اجازه میده که بره این موفقیت رو اکسپندش کنه، توی ذهن خودش گستردش کنه و بزرگش کنه، به بقیه هم جلوه بده و نشون بده. پس مرز داشتن شما خیلی کمک میکنه که از معدن طلایی شما استخراج نتونه چیزی بکنه. به خودت بگو آقا من اجازه نمیدم این آدم بیاد من رو توهین بکنه یا من رو با خاک یکسان بکنه و بره برای خودش راحت بخوابه، استراحتشو بکنه، سر کارشو بره، ورزششو بکنه. یاد بگیری چجوری حد و مرز بذاری که بسته آموزشی حد و مرز من همه اینا رو به شما یاد میده. وقتی مرزاتو بدونی یاد میگیره که اینجا جایی نیست که بخواد بیاد انرژی خاری کنه، بیاد اعصابتو به هم بریزه، حالتو بگیره و بعد بره خودش یه آدم خوبه جلوه بده جای دیگه. پس اگه بخوام من این صحبت رو جمع بندی کنم اینه که خوبی های شما
وسیله‌ای میشه برای اینکه ایشون شما رو بازی بده. اجازه ندید. هر چقدر خوبی داری هم به خودت یادآوری کن روزی چند بار، بین صحبتات هم به اونم یادآوری کن. مثلا غذای خوشمزه درست میکنی، بگو به چه غذای خوشمزه امروز درست کردم، خودم از خوردنش لذت میبرم. شاید اون یه تیکه‌ای بندازه والا چه قدم از خودش تعریف میکنه، جوابشو نده. ولی اینو کم کم یاد میگیره که نه اینم از خودش داره تعریف میکنه. میری ورزش میکنی، برو بگو آره امروز چقدر کیف کردم سر ورزشم، لذت بردم. غر میزنه میگه دیگه نرو، گوش نده، کارتو بکن. هر کاری که میدونی بهت حس خوب میده رو بروش بیا. چقدر این لباسه بهم میاد، چقدر حس قشنگ پیدا میکنم. اون میخواد بگه نه نمیاد، گوش نده. باید اینقدر اینو تمرین بکنی که کم کم بفهمه در کنار شما نمیتونه به اون احساس قدرت برسه با آسیب زدن به شما. و مطمئنم اتفاقات بهتری تو زندگیت میفته وقتی خوبیای خودت رو بدونی، به خودت یادآوری کنی و توی جمعم گهگاهی در موردش صحبت بکنی. من این کارو میکنم تو خونه، گهگاهی مثلا به بچه‌ام، حالا اون فقط به خاطر اینکه احساس میکنم که گفتنش به بچه‌ام حس خوب میده. امروز چه غذای خوشمزه‌ای درست کردم، یا آخ جون امروز رفتم ورزشمو انجام دادم با اینکه خسته بودم. بچه‌ها من امروز ویدیومو درست کردم، امروز رفتم مثلا برای کار دادگاه فلان کار رو انجام دادم، امروز یه بچه رو بردم فلان میتینگ، تونست در مورد نمیدونم درسش یا مسائلش صحبت بکنه. باید ما موفقیت هامون رو با خانوادهمون، با اطرافیانمون جشن بگیریم که اونها هم فرصت بکنن از خودشون تعریف بکنن، بتونن در مورد موفقیت هاشون صحبت بکنن و احساس خوبی داشته باشن. تمرینش بکنید. مطمئنم اولش یکم سخته مثلا همه این کارا، بعد کم کم راحت میشه. بعد اون افرادی هم که دوست ندارن این حرفا رو بشنون کم کم عادت میکنن که آره خب فلانی هم موفقیتی داره دیگه، ببین خودش هم داره در موردش صحبت میکنه. هی بگی نه من از خودم هیچی نمیگم، زشته، بده، تعریف نمیکنم، خودت میبازی، باختی. باید در مورد خوبیات، کارهایی که میکنی حتی اگه کوچیکه صحبت بکنی. به قول میدم نتیجه میده. امیدوارم این ویدیو بهتون کمک کرده باشه و یه فرد بهتری شده باشید برای فردای بهتر ایرانمون. خیلی دوستتون دارم. مواظب خودتون باشید. تا ویدیوی بعدی، آگاهی بعدی. خدا نگهدار. یادتون نره ها سوالاتتون رو بنویسید. سوال ننوشتین این چند تا ویدیوی آخر. مرسی. خداحافظ.